بریم با هم یه خورشت عالی و خوشمزه درست کنیم. چند حبه سیر و رنده زدم، بهش نمک و فلفل و مقداری خیلی کم زردچوبه اضافه کردم و کره و روغن مایه. به جای کره میتونید از روغن جامد هم استفاده کنید، ولی از روغن مایه خالی استفاده نکنید چون روی طعم خورشتتون تاثیر میذاره. حالا سیر رو با روغن و کره سرخش میکنم. الان سیر قشنگ خوب تو روغن سرخ شده و وقتشه که باقالی ها رو بهش اضافه کنم. باقالی ها رو از پوست اول و دوم در آوردم و الان به سیر اضافه میکنم و باقالی ها رو هم با سیر خوب سرخش میکنم. حدوداً 1 ربع باقالی ها رو با سیر سرخ میکنم و 1 قاشق شوید خشک بهش اضافه میکنم. میتونید به جای شوید خشک از شوید تر هم استفاده کنید. حدود 1.5 لیوان تا 2 لیوان هم به خورشتمون آب اضافه کردم و اجازه میدیم که خورشت به جوش بیاد و بهش تخم مرغ اضافه میکنیم. تو این مرحله در قابلمه رو میذاریم و اصلا خورشت رو هم نمیزنیم چون تخم مرغ ها میشکنن. فقط 1 بار میتونید تخم مرغ ها رو زیر و رو کنید که خوب بپزه. الان اینجا من یه دونه از باقالی ها رو تست میکنم. هر وقت که خورشت جا بیفته و باقالی ها کاملا بپزه خورشتمون آماده است. الان من که از باقالی ها رو برداشتم کاملا پخته بود. خورشت خوشمزه‌مون آماده است. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید.